دارم. میگویند که به آینه نگاه کردن طهارت میشکند و یا که بعد نماز شام به آینه نگاه کردن روی جنت را نمیبیند و نیت نماز شب را میفهماندیم. میگویند که در نماز شب 66 بار قل هو الله خوان و 33 بار دیگر باز قل هو الله خوان. التماس داملای عزیز و پررگی جواب بده. به آینه نظر کردن اینا البته همش یک عقیده های بگیم پوسیدگی و بی‌معنی هست. امروز برای آنه که ما چهره خود نظر کنیم، سر و لباس خود نظر کنیم، احتیاج به سوی آینه داریم. از این خاطر به همه شما به توصیه من ان شاء الله همت میدونم که به آینه از خانه بیرون نمیشویم. همه شما یک بار آینه در خانه میبینین، سر و صورتتون درست میکنین، بعد از خانه بیرون میشین و همین کار شما درست است. حتی که در انسان بعضی حدیث های ضعیف پیغمبر هم هست که باید در بر آدم آینه باشد. موسفید های پیشین داشتند، اگر خاطرتان باشد، چه از داشتن همون کارچه های خرد، چه از شانه و چه از آینه و در دست هر یک کدام اونها بود. امروز متاسفانه اینا از ما و شما دور شدند، لیکن داشتن اینها در بر ما و شما ضروری هست. چهره خودمان را تماشا میکنیم، بدن خودمان را نگاه میکنیم، کمبودی هایی که هست همش اصلاح میکنیم. چرا دیدن این غلط باشد؟ در شب به خاطر اون صاحب چهار کتاب میگوید که شب یک حالت تاریکی است، شاید که نگاه میکنین که در چشم شما یگان چیزی میتابد و در وجود شما ترس پیدا میشد. به همین خاطر است و الا نظر کردن به آینه ثواب است، گناه نیست.